کسایی که توحید ربوبیت میفهمن اعتمادشان بالای کی میباشه؟ با الله. فرقی نمی است موحد و بیدین. و کسایی که توحید ربوبیت نمیفهمن اعتمادشان به غیر الله میباشه. غیر الله میتونه ملائکه باشه، غیر الله میتونه قبر پیغمبر باشه، غیر الله میتونه قبر ولی صاحب باشه، غیر الله میتونه یک درخت باشه. او شیطان رابطه تا کت الله قطع میکنه. لاین تا کت کی قطع میکنه؟ در دست شیطان یک قیچیست. خب این فقط امی قلب تو را نه، امی سیم کارتا که خورد که تبی قلبت است نه، اینه میره میخواه که کت الله رابطه چی کنه؟ قطع. باز این لاین تا کت هر کس که چسبان مشکل نیست. المهم ترا از رابطه تا با الله چی کنه؟ قطع کنه. ای که باز با غیر الله میری به قبر سجده میکنی، شیطان میگه مشکل نیست. به قبر پیغمبر سجده میکنی، مشکل نیست. به قبر ولی سجده میکنی، مشکل نیست. به شیطان سجده میکنی، شیطان میگه فقط ما کت قیچی خود لاینش با کی قطع کردم؟ با خالقش قطع کردم. ای که باز به تعویض میری، به تعویضگر، به جادوگر، به فالبین، به رمل انداز، به درخت، به سنگ، به چوب، به بگوان، به شادی، برای هر چیزی که المهم شیطان میخواد که رابطیت با کی قطع باشه؟